دوستان عزیز امروز 11 مای است. من به شما گول کردن انگور رو نشان میدم. انگور ما بسیار آدم میگوید که گول کرده است، غره کرده است. نه، انگور در ناحیه 5 گول کرده غره کرده باشد و خمسنگرده ممکن. در ناحیه حصار و شهر نو ترسونزاده نو به گول کردن میدارد. گول کردنش انم خیلی است. میبینید سفیدچه کلپچاک مگرو را دیدید؟ سفیدچه نوکش را. من این سفیدچه این حوالی من است شهر دوشنبه. اکنون این انامین میریزد. اول نریخته است. نه علاقه ریخته است. دید؟ نه. یک بوی خوشوی دارد که عطر فرانسوزی این خیلی ندارد. نکهتی بسیار زور دارد. این رو بینید که زیری انامین شفیر موند و از جولا امین موند. دیگرش بینید جولا چقدر جزیر کرد. اکنون برگش برقرار می شود و خوشایش برقرار نمی شود دیگر با جولا زدگی ها. لیکن این از جولا امین موند. از جولا امین موند. همه رو ما خدا خواهد امسال نغز نگاه بین میکنیم تا اینکه اواتر است. نه، این اواتر نیست، این استالتی است. تا اینکه میوه همین استالتی رو ما بینیم. خیلی خدا تعالی روزگان آفتی دیگر رو نکند. اگر ما میبینیم که چخیل همین انگور ها میشود. انا این است حالتی گلکنی انگور. منه بینید حبوبچه ها پیدا کرده در نوکش. نوکش دید سفیدچه انا وای گردآلود میشود. این حالت گردآلود شوی است. انا وای شمال این رو گردآلود میکند. یک دیگرش رو انگور رو زنبور گردآلود نمیکند. انگور رو شمال گردآلود میکند. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.